مسئله را نزد ما گذاشتن که جواب او را بگویید که این چی بود؟ تقدیر چیست؟ اگر تقدیر امر ازلی است پس دوزخ و بهشت برای چیست؟ و اگر اختیار در کار است پس تقدیر چی معنا دارد؟ لطفاً از کتاب معتبر و احادیث های صحیح جواب دهید. راستی بار این مسئله هست که من بر این جواب گفتن نمیتونم و شما را قانع کرده هم نمیتونم. باب تقدیر این باب هست، این سؤال هست که از دوره های پیغمبر خدا این سؤال بود و در این جواب این تمام مفسرا و محدثا عاجز هستند، جواب گفتن نمیتونند. جوابی که شما را قانع کنند این جواب وجود ندارد. اگر شما این دادر عزیز در آیه اولی سوره تغابن نظر کند، از اونجا ممکن بعضی چیزها را برداشته گیرد که خداوند در قرآن میگوید در سوره تغابن هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمنون. салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тағмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага баход мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдуҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. غیر از این شرکت شفافرما برای شما حجامه بپول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته حجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نظر سوزین. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چه رفت آمدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها. اینا شکر خدای نرفتیم اومدیم. اینا از داکمنت همین ماشین قطعی رفت اومدگی. همین ماشین خودش میگذرونه، با خودش عبرت نمیگیرن، میبیه. تلفن‌ها پراویر کنه میکنن، یگام چه پراویر کنه میکنن. تنج رفتیم اومدیم. راه یا دو جوده من کردن، داشت داکمنتوشو ندیدن. من ماشه خودم معامله کردم. محمود به داکمنت بدیا؟ چند قبل داکمنت واسه نکرده بودم. اینا همین کارات رفتم اومدم بیس پرابلم همین ماشین قطعی داکمنت اینا میگراسیون که پیچت نچت هم آشنا بود. بین خداوند میگوید من بعضی از شما را کافر خلق میکنم، بعضی از شما را مؤمن خلق میکنم. در این آیه چی بحث های زیاد وجود دارد در تفسیرها. خوب میشد که همین جوان خودش به همین آیه کریمه در اول سوره تغابن نظر کند و شرح امین خواند، باب تقدیر صحبت میکند. زیرا پیش پیغمبر خدا آمدند و در باب تقدیر بحث و مناظره کردند. رسول اکرم میگوید وقتی با این اصحابی که بحث تقدیر میکردن وقتی گوش انداخت و گفت خداوند شما را برای این فرستاد که در باب تقدیر بحث کنید، از این موضوع باز ایستید گفتن رسول اکرم و میگوید چهره مبارک گویا که آب انار در بالای چهره مبارک پرتافته باشی، این گونه سرخ شد. میگوید یعنی نگذاشت که اصحاب پیغمبر در باب تقدیر بحث و مناظره کنند، زیرا عقل انسان به این نمیرسد. سوالی هست، یعنی مادامی که انسان خداوند دوزخی کرده باشد یا بهشتی الکه در ازلیات نویسانده باشد، پس عمل برای او چی فایده دارد؟ این گونه سوال ها می شود. نزد پیغمبری خدا آمدن گفتن ای پیغمبر فلانی بیمار است، اگر وی را ما طبابت کنیم آیا در تقدیر الهی یگان تغییرات پیدا می شود؟ رسول اکرم گفتن هی من قدر الله، اگر وی شفا یابد همون هم از تقدیر الهی است. حضرت مولوی را خدا رحمت کنند میگوید نه جنبد هیچ جنبنده از یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. هیچ چیز از جای خودش جنبیده نمیتواند، هیچ کس یک عملی خیر و شر را کرده نمیتواند تا اگر پروردگار راضی نباشد. نجنبد هیچ جنبنده به یک سو، نخواهد تا که جنباننده او. که شاه از پیش خود شاه از کجا شد،
کجا سائل ز پیش خود گدا شد. حضرت مولوی را نظر کنید، میگوید این شاهایی که امروز بالای تخت نشسته و شاهی میکنند، آیا اینا از پیش خود شاه شدند؟ نه، بلکه تقدیر الهی همین بوده است که این جوان یا این مرد و یا این زن باید که پادشاه شود. کجا سائل ز پیش خود گدا شد. این گداهایی که نزد دروازه ما و شما میآیند، آب چشم میکنند، زاره میکنند برای 20 درم ما و شما، آیا اینها از پیش خود تلبنده شدن؟ نه، بلکه در تقدیر اینها هم تلبندگی را خدا کشیده بوده است. اگر نقاش نیکان را سریشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ اگر پروردگار امروز اهل شما اهل سعادت هستین، شما اهل نیکبختا هستین، شما را امروز خداوند نیکبخت در ازلیات تا نویسانده است، پس اینها انسانهایی که امروز گیروئین میکشند، امروز عرق نوشی میکنند، امروز مال یک برادر را میخورند، امروز زناکار هستند، امروز وجود خدا را انکار میکنند، اینها را کی آفرید؟ اگر نقاش نیکان را سریشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ حضرت میگوید همه در حکم تقدیرش دوانند و هر سویه که میخواند روانند. همه اینها در همون تقدیری که خداوند برای اینها کشیدگی است، در همون راه رفته ایستادند. حتی میگوید مولوی بخاری سوی کافر هم مبینی، مبادای فروزت شمع دینی. حتی کافر میگوید با یک طریق حقارت نگاه نکن، شاید که انا همون کافر باز همین اسلام قوت ببخشد. تا از کجا میدانی؟ چندین کافرها امروز در کتابا ما و شما میخوانیم که از تمام دولت‌های مترقی اسلام میارند در آخر عمرشان. معلوم شد که اینها در ازلیات اینها خداوند یک دوره را به کفر کشیده بود و این دورش باز آخر عمر اینها را باز به اسلام مبدل گردانیده است. این در ازلیاتش بوده است. از این خاطر هر عملی شما، انا همین آمدن شما به مسجد در ازلیات شماست، از اینجا با سلامت خانه رفتن شما در ازلیات شماست. همه عمل شما به تقدیر وابسته است. وقتی حضرت عمر به ملک شام رفتن، نماینده ها آمدن که ای عمر، در ملک شام کسل وبا آمده است، کجا می روی؟ حضرت عمر در جاش ایستادند و با عسکرها امر کرد که پس می گردیم، باز مدینه می رویم. مردم گفتند ای عمر، می رویم به ملک شام، اگر در تقدیر ما باشد بیمار می شویم، اگر در تقدیر ما نباشد بیمار نمی شویم. داملا اسلام برای کار کردن زن چی می فرماید؟ خواهش می کنم. یعنی اسلام مقابل نیست که خواهر و زنهای ما و شما کار نکنند، بلکه اولا چیزی که من برای شما خبر میدهم، خواهر ما و شما نفقه او در گردن پدر و مادر است، در گردن پدر است تا وقتی که به شوهر میبراید، و زنهای ما و شما را نفقهش در گردن ما و شماست تا وقتی که اگر طلاق میخورن تا حتی در عیده هم باشن، اگر نفقهشون در گردن ما و شماست. از این خاطر اگر احتیاج به سوی مثال کار کردن نداشته باشند حاجت نیست. اگر دست رسا باشد، شرایطا باشد، میلش با که ندارد. لیکن اگر یعنی علاج نباشد، مثل که امروز بیمارخانه ها احتیاج به سوی زنها دارد که ما و شما زنها را میبریم، نمیابیم یک مثال زنی را که همون زنی ما و شما را طبابت کند، دل ما و شما به سوی مردها دور میرود. اگر باشد هم زنهایی که مثال مسلمانی که نمازخوان و خدا ترسی که اگر باز در همین بیمارخانه ها کار کنن، این البته ضروری است. اون زن از خانه نشستن در همون بیمارخانه کار کردنش ضرور است. لیکن اسلام ما و شما طلب میکند که همان زنهایی که به سوی بازار میروند یا به سوی کار میروند، سطر اسلامی را باید که رعایت کنند. باید در کوچه با گپ‌های با مردهای بیگانه و نظر کردن به سوی مردهای بیگانه ده اسلام اونها را منع میکند. اگر این شرطها را زنها به جا بیارن، هر آینه برای اونها چی در بازار نشستن چی در کارخانه کار کردن این باکی ندارد، با شرطی که همون زنها خالی از همین
گپ‌های با نامحرم‌ها و بی ستر و دیگر حالت‌ها قطعی اگر از خانه بیرون نشود. یک حدیث من نویساندم، میخواهم اینو به سمع شما برسانم. پیغمبر خدا گفتند ایاک بالخلوة بالنساء والذی نفسی بیدی ما خلا رجل بامرأة الا ودخل الشیطان بینهما ولأن يضحم الرجل خنزيرا متلطفا بطين او حماءة خیر له. پیغمبر گفتند از خلوت با زن بپرهیزید. یعنی اگر زنی بیگانه باشد شما از خلوت کردن او، یعنی با او یک جا نشستن، پرهیز کنید. قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، مرد با هیچ زن خلوت نکند که سیوم آنها شیطان می شود. وقتی که مرد با یک زن بیگانه نشست، چی در خانه چی در کارخانه در کجای نباشد، حتمی شیطان سیوم نفر آنها می شود، آنها را وسواس می کند. اینا از تجربه حیاتان خودتان یک تفکر کنید. برای مرد همنشین و نزدیک شدن با خوگ آغشته با خاک ولای بهتر است از اینکه همنشین با یک زن بیگانه میکنند. پیغمبر گفتند با یک خوگی که آغشته لای است و آغشته خاک است، با او همنشین شدن بهتر از اونه که با یک زن بیگانه شما می نشینید. زیرا که عاقبت زن با زن بیگانه نشستن این چه است؟ این زنا هست. این بار با او مثال با صحبت‌های شیرین صحبت میکنین، عاقبت با یکدیگر دستی به دست سلام میکنین، عاقبت با یکدیگر یک موعد اعلان میکنین که فلان جا ما و تو ملاقات میکنیم، عاقبت چی میشود؟ کارش به زنا انجام مییابد. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم به سوال من جواب گردانید. من هر روز جمعه روزه میگیرم، روزه من در نزد خدا قبول است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یصومن احدکم یوم الجمعه الا یوما قبله او بعده. پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه خاصه روز جمعه را روزه نگیرید. اگر روزگیر هستین یک روز پیش یا یک روز بعد چه هم در نماز با هر طرف نگاه میکنن، این چی میشود؟ آیا نمازشان ثواب دارد یا نه؟ در مسئله نماز ما کو چند بیگاه شد بین قوم خود صحبت ها داریم، مسئله های نماز دائم بیان میکنیم. در نماز وقتی شما بی پروا باشین، به نماز وقتی اهمیت ندهین، یعنی وقتی نماز خواندن سجدگاه را نگاه نکنین، بلکه به هر طرف شما توجه کنین و خاطر شما پریشان باشد، این صورت در نماز شما هیچ ثواب باقی نمیماند، هیچ ثواب. زیرا یگانه عبادتی هست که گناههای شما را خداوند به سبب این نماز مغفرت میکند. یگانه عبادتی هست که شما با این نماز با خدای خود پیوست میشین و راست میگویید. حاتم یعصم خدا رحمت کند در کتاب میگوید که وقتی که در بالای جای نماز می ایستاد، از او پرسان میکردن چگونه نماز ادا کردی؟ میگفت وقتی من بالای جای نماز می ایستم فکر میکنم که خانه کعبه در پیش من ایستادگی است. وقتی که من در عبادت می ایستم همچنان تصور میکنم که در پس پشت من عزرائیل ایستادگی است. این زمان یا زمان دیگر جان من را قبض میکند. وقتی من بالای جای نماز می ایستم فکر میکنم که بالای پول صراط ایستادگی هستم. این حاتم یعصم میگفتند. یا امام بخاری از ما و شما در ترجمه حالش چی میگوید؟ میگوید وقتی نماز میخواند، در یک حکایش میارد که وقتی نماز بود کرد، حضرت میگوید بدن خود چه خبر گرفت، گفت بدن من بسیار سوخته کرد. وقتی نگاه میکند 17 زنبور 17 نیش زده است. 17 نیش در بدن حضرت امام بخاری زدگی بود. بعد نماز وقتی نگاه میکند میگوید که شاید زنبور باشد. در حالت نماز یعنی حتی درکدار نمیشدند. امام غزالی خدا رحمت کند میگوید ان المصلین کثیر والخاشعین قلیل. نمازخوان بسیار است، الحمدلله. ببین همه نمازخوان است، لیکن کسی که از تحت تل نماز میخواند میگوید کم است.
علمایی که با خشوع نماز میخوانند اینها کم است میگد امام غزالی. والحاج کثیر والبار قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن حاجی هم خیلی زیاد است لیکن حج کی قبول شده است و حج های کیها قبول میشن اینها خیلی کم هستند. والطیر کثیر والعندلیب قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن که پرنده در دنیا خیلی زیاد است لیکن بلبل کم است. والعالم کثیر والعامل قلیل. عالم هم خیلی زیاد است لیکن عالم عمل کننده کم است. امروز الحمدلله در بین ما و شما عالما زیاد است لیکن خدا داناست عمل اونها را که تا چه اندازه اونها عمل میکنند. باز بسیار فتنه ها و بسیار نافهمی هم از طرف عالم ها رخ میدهند. حتی رسول اکرم میگوید شما بر دین اسلام گریه نکنید وقتی که اگر پیشوای شما کسی باشد که عمل کننده در اسلام باشد، لیکن بر دین خودتان گریه کنید وقتی که اگر پیشوای شما یگان آدم جاگل و تنپرست و نفس پرست باشد. برای همین خیلی از شما خواهش میکنم که در مسئله نماز با احتیاط باشین، نمازها را خوب انجام دهید. حتی صوفی علیار حضرت چنان غضبناک شدن گفتن دل جدا زبان جدا باشد او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر؟ جسم تو بالای جای نماز لیکن دل تو و فکر تو در دیگر جا، این چی گونه عبادت است؟ میگن دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. در دست تسبیح داری الحمدلله میگوی لیکن دل تو این قبول نمیکنن دیگر. دل تو خاطرش فکرش در دیگر جاست. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. حضرت میگوید بیرون شما را تماشا کنند یک عجیب یک منظره خوبه در بیرون شما دیده می شود لیکن باطن شما همه مکر و حیله و فریب است. در آخر گفتن این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. مردن بهتر از این گونه عبادتی که اون آلوده فکر خیال باشد، آلوده ثواب نباشد. از این گفتن مردن بهتر. السلام علیکم داملای محترم. ما یک گروه قوم مسجد از قفای ملای خود نماز میخوانیم لیکن داملای ما نماز شام را میخواند و سله‌اش را مانده از مسجد برآمده میرود. این کار قریب هر بیگاه تکرار میشود. ما با او گفتیم که این کار را نکن، میگوید که میگیم که ترک فرض است لیکن به ما اهمیت نمیدهد و معاونش را میگوید که نماز را خوانید. التماس داملای محترم آیا ملای ما گناهگار میشود؟ با آیت قرآن گویید. اگر دیده و دانسته نماز جماعت ترک کند البته به البته گناهگار بشود. چی ملا امام باشد چی آدم عادی باشد، اگر در نزد او مسجد باشد و بازم این صدای حی علی الصلاة حی علی الفلاح با اون محله بیرسیدگی باشد، یعنی در همون محله مسجد باشد و بازم این که به مسجد نهایت، البته گناهگار در نزد خدا. پیغمبر خدا حدیث های بی نهایت بشماری هست. حتی میگوید ثلاثه لعنهم الله. ببین این خیلی یک وعید سخت پیغمبر خداست. سه طایفه را گفته است پیغمبر خدا که در لعنت خدا گرفتار هستند. لعنت خدا را معناش این است که از رحمت خدا شما دور هستید. کی است این طایفه ها؟ من اما قوم وهم له کارهون. یکم همان ملایی که مردم نمیخواهد ملاگی او را و وای بزوری ملا شده است. بزوری همون منبر از خود کرده است، چی بازار بی پول باشد، چی بازار بی آدمایی که مثال در دیگر اداره ها دارد، چی مثال پشت و قناتی به قوت دارد، همون محراب از خود کرده است. لیکن مردم را دوست نمی‌دارد. به سبب چی دوست نمی‌دارد مردم؟ به سبب آنه که این ملا ارزنده محراب نیست، این علم ندارد، این تقوا ندارد، این خدا ترسی ندارد. از این خاطر مردم وای بد میبینند. پیغمبر خدا گفتن لعنت خدا بر این امام باد. دوم
و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط. دویم زنی که شوهر از وی ناراضی است، زنی که با همراهی شوهر یکدیگر تحت قهری هستند. اینا را پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر همین زنی که با همراهی شوهر خود ناساز هستند، یعنی گفتاری خوب ندارند، با یکدیگر ملال هستند، قهری هستند. خداوند این زن چیکار میکند؟ در غضب خودش گرفتار میکند. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. پیغمبر خدا گفتند کدام زنی که میخواهد به حساب و به حسد اگر وارد جنت شود، شوهرش در دنیا راضی بگرداند. شوهر اگر از او راضی شد، شوهر در حق او دعای خیر کرد و البته وارد جنت میگردد. و سیمش که است رجل سمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح ثم لا یجیب. پیغمبر خدا گفت سیمش نفری که در همون محله شون یا ملایی که در همون محله ملا امام است لیکن در نماز جماعت اشتراک نمی کند، حی علی الصلاة حی علی الفلاح را میشنود، بازم این قبول نمی کند و در لعنت خدا گرفتار است. حضرت ابو هریره میگوید که لئن تملأ اذن ابن آدم رصاصا مزاد، اگر در گوش فرزند آدم سرب آب کرده بریزند خیر له من ان یسمع النداء ثم لم یجیب. این برای او بهتر است از اونه که در محله مسجد هست در نماز جماعت اشتراک نمیکنه. اینا خیلی یک وعیدهای سختی است از جانب پیغمبر ما و شما در حق کسانی که نماز جماعت ترک میکنند. امروزا اکثر جوانها نمازهای جماعت ترک میکنند. در بسیاری از مسجدها شاید سببش همان پیشواشون باشد که در مسجدها، در بعضی از مسجدها جوانها کم دیده میشوند. حالان که خدا را شکر اون قدرت و توانایی و سلامتی که در جوانهاست در پیرانسالها نیست. برای همین البته از همه شما خواهش دارم که در نمازهای با جماعت اشتراک کنین، انشاءالله ثواب خیلی زیاد میگیرین. اگر شما دیده و دانسته نماز جماعت ترک کنین در نزد خدا مسئول هستین، گناهگار میشوین. حتی خدا رحمت کند همین صاحب مسلک میگوید به خصوص آن گزیده دو صحرا خاتم انبیا حبیب خدا، وقتی آخر که ماند از پا باز گوش او را رسید بانگ نماز، گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آ. از حیات آخر پیغمبر حکایت میکنه، زمانی که پایهای حضرت دیگر کار نمیکرد. حضرت علی در خدمت پیغمبر خدا بودند، گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آ. مصطفی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی، با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. بن حضرت در حالتی که زمان یا یک حالت پس از دنیا میگذاشتند، ابوبکر صدیق پیش گذاشتند، حضرت پیش در آمدن نماز خواندند و پیغمبر خدا از پس ابوبکر اقتدا کردند، لیکن نماز جماعت اشتراک کردند. امروز مردم ما و شما چنان گفتی مولوی بندگان نفس را صد حیف نامی بندگی، بندگان نفس را صد حیف نامی بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا میکنه. بی خبرها در فریب عشرت امروزن، با خبرها روز و شب انجام فردا میکنه. امروز بندگان نفس ما و شما شدیم. اگر در کدام معرکه‌ای که فوق‌العاده به گوش ما رسید که در فلان جا معرکه است، چی بامداد باشد چی پیشین باشد، حتمی در مسجدش نماز جماعت میخونیم، خاطر همون معرکه همون آدم. لیکن از اون معرکه‌ای که در جنت خدا برای تو آماده کرده است، از اون معرکه تو چی هستی؟ بی خبر هستی. با یک شوربای پخته از ناپخته این مرد چند کیلومتر طی کردی آمدی، و لیکن برای اون طعام‌های بهترین جنت هیچ اهمیت هم ندادی. السلام علیکم. دامنای شیرین سخن میخواهم به سوالهای من روشنی اندازید. اگر شخصی که در زمستان
احتلام شود، سحر خیزد که آبی گرم نیست، اگر آب گرم کند وقتی نماز میگذرد این شخص تیمم کند ممکن است. تیمم یعنی خلیفه طهارت است نزد عاجز آمدن از آب. یعنی اگر شما آب نیافتین میتونین که تیمم کنین. خب اول مرضین یا اینکه اگر بیمار باشین که آب خنک در بدن شما زلال میرساند، این زمان هم شما میتونین اگر آب گرم نباشد تیمم کنین. او بردین یا آب خنک است. از جهت خنکی هم فقه حنفی میگوید که اگر آب خنک باشد و وقتی نماز رفته ایستاده است، اگر تو از پی آبازی شوی و وقتی نماز میگذرد، این حالت شما میتونین که تیمم کنین و نماز ادا کنین. باز برای وسیع‌تر همین موضوع برای کسی لازم است آمده گپ میزنی، انشاءالله باز برای تو معنی داد میکنی. یعنی الحالش همین قدر شما بفهمین که یعنی آب خنک اگر در وجود شما زلال نرساند، این صورت تیمم برای شما جایز نمی شود. لیکن اگر آب خنک بر وجود شما زلال میرساند، این صورت آب گرم کرده استفاده کنید. لیکن گرم کردن در شرایط نباشد، این حالت شما میتونید که تیمم کنید.